سلام عزیزای دلم، با آشپزخونه من خوش اومدین. قرار امروزی بهترین رسیپی نون باگت فرانسوی رو با هم درست کنیم. خیلی خیلی خوبن. پس چرا میگم بهترین رسیپی؟ چون من خودم چندین بار امتحان کردم رسیپی‌های مختلف ولی این یکی واقعا خوب بوده و خیلی راضیم. امیدوارم شما لازم 570 گرم آرد، 120 گرم آب ولرم، 250 گرم شیر، 1 عدد تخم مرغ، 60 گرم کره، 20 گرم شکر، 10 گرم نمک، 15 گرم مایع خمیر. اینجا باید اول مایع خمیرمون رو عمل بیاریم. شکری که داریم با آب مخلوط میکنیم، یکم میزنیم، بعد مایع خمیر رو بهش اضافه میکنیم. بهش اجازه میدیم حدود 10 دقیقه استراحت کنه تا مایع خمیرمون عمل بیاد. تو این مدت میریم کره رو آب میکنیم که با شیر مخلوط کنیم. من کره و شیر رو با هم مخلوط کردم. اینجا مایع خمیرم عمل اومده همونجوری که میبینید. پس میریم برای آماده سازی خمیرمون. یه دونه تخم مرغی که داشتیم توی ظرف میریزیم. نمک رو بهش اضافه میکنیم. یکم میزنیم که نمک مخلوط شه. الان کم کم مخلوط کره و شیر رو بهش اضافه میکنیم. و بعد مخلوط مایع خمیرمون رو و الان آرد رو بهش اضافه میکنیم. اینجا هم ظرف دستگاه رو سوار میکنیم و اجازه میدیم 10 دقیقه خمیرمون. بعد 10 دقیقه خمیرمون آماده شه که بذاریم برای استراحت 1 ساعته. خمیر من آماده شده. اینجا میخوام به یه ظرف دیگه انتقالش بدم. کف ظرفمو یکم روغن میپاشم و خمیر رو میریزم توش. اگه موقعی که دارین خمیرتون رو با دست یا دستگاه ورز میره، اگه دیدید خیلی شله، میتونید از چند تا قاشق آرد استفاده کنید، چون آبخور آردا با هم فرق داره. شاید یکم شل باشه خمیرتون، میتونین اضافه کنید. به این شکل یکم هم روش روغن میپاشم و روش رو سلفون میکشم و میبرم میذارم یه جای گرم که حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم، بستگی به فضاتون داره. اگه گرمه دماش خوبه که تو 1 ساعت عمل میاد. اگه نه به زمان بیشتری احتیاج داره که خمیرمون عمل بیاد، حداقل 2 برابر بشه. اینجا خمیر من آماده شده که بریم برای فرم‌دهی برای نونای باگت خیلی خیلی خوشمزه. آروم برمیده که این خمیر 4 تا باگت متوسط بهمون میده. اگه میخوایم بزرگ باشه میتونیم به 3 قسمت تقسیم کنیم. به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم.
با این بردانه خمیر رو تمام می‌کنیم این شکل که دست بتون تن کنیم اینجوری. به این شکل خمیر رو میبندیم. فندق منم از خواب بیدار شده و کامل در زور میگیریم که باز نشه خمیرمون. و به این شکل فرم میدیم به اندازه که میخوایم. من از قبل سینه آماده کردم. و از اون قسمتی که بستیم میذاریم زیر که اگه خوب نبسته باشین خمیر باز نشه. ببین فرم‌ریزی خمیرم تموم شده. الان 40 دقیقه دیگه نیازه که خمیرمون استراحت کنه بعد بره برای پخت. خب باگتای منم آماده شدن که برم برای پخت. برای رمال من از شیر استفاده میکنم. به آرومی روش میزنیم. فرتونم رو دمای 180 درجه به مدت 35 تا 40 دقیقه زمان پخت نونه. فرم که میدونید از قبل باید حتما گرم کنید که به دمای 180 درجه رسیده باشه که بافت نونتون خوب شه. روش هم از یکم کنجد استفاده میکنیم. حاضر بره برای امیدوارم از این ولاگ خوشتون اومده باشه. اگه درست کردین حتما این ویدیو رو لایک کنید. تا ولاگای دیگه خدا نگهدار.